اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحیم. من هرگز نفس خود را تبرئه نمی کنم، بیشک نفس اماری انسان پیوسته به بدی فرمان می دهد مگر آنچه پروردگارم رحم کند. بیگمان پروردگارم آمرزنده مهربان است. وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين امین. و پادشاه گفت او را نزد من بیاورید تا او را مخصوص خود گردانم. پس چون یوسف نزد او آمد و با او صحبت کرد، پادشاه گفت تو امروز نزد ما صاحب مقام والا و امین هستی. قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. یوسف گفت مرا بر سرپرستی خزائن زمین قرار بده که من نگهدارنده ای آگاهم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. و این گونه به یوسف در آن سرزمین تمکن و قدرت دادیم. از آن سرزمین هر جا که می‌خواست منزل می‌گرفت. ما رحمت خود را به هر کس که بخواهیم میرسانیم و پاداش نیکوکاران را ضایع نمی‌کنیم. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. و یقیناً پاداش آخرت برای کسانی که ایمان آوردند و پرهیزگاری می کردند بهتر است. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. و چون سرزمین کنعان را خشکسالی فرا گرفت، برادران یوسف برای تهیه گندم به مصر آمدند. پس بر او وارد شدند، آنگاه او آنان را شناخت در حالی که آنها او را نشناختند. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. پس چون بارهایشان را آماده کرد به آنان گفت آن برادری که از پدرتان دارید نزد من بیاورید. آیا نمی بینید که من پیمانه را تمام می دهم و من بهترین میزبان هستم؟ فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. پس اگر او را نزد من نیاورید، نه پیمانه ای نزد من خواهید داشت و نه به من نزدیک شوید. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. گفتند ما درباره او با پدرش با اصرار گفتگو خواهیم کرد و مسلماً این کار را می کنیم.
وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. و یوسف به غلامانش گفت سرمایه‌شان را در بارهایشان بگذارید، شاید هنگامی که به سوی خانواده خود بازگشتند آن را بشناسند، شاید بازآیند. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. پس چون به سوی پدرشان بازگشتند گفتند ای پدر ما، پیمان از ما بازداشته شده است، پس برادرمان را با ما بفرست تا سهمی بگیریم و بیگمان ما نگهبان او خواهیم بود. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. یعقوب گفت آیا شما را بر او امین دانم همان گونه که پیش از این نسبت به برادرش امین داشتم؟ پس خداوند بهترین نگهبان است و او مهربانترین مهربانان است. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. و چون بار خود را گشودند سرمایه‌شان یافتند که به آنها بازگردانده شده است. گفتند ای پدر ما دیگر چه می خواهیم؟ این سرمایه ماست که به ما بازگردانده شده است، پس او را با ما بفرست و برای خانواده خود آذوقه می آوریم و برادرمان را حفظ می کنیم و یک بار شتر افزون خواهیم آورد. این پیمان برای عزیز مصر کار آسانی است. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. یعقوب گفت هرگز او را با شما نمی فرستم تا آنکه به نام خدا به من پیمان دهید که حتما او را به نزد من باز خواهید آورد، مگر اینکه قدرت از شما گرفته شود. پس چون پیمان استوار به او دادند، یعقوب گفت خداوند بر آنچه میگوییم نگهبان است. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون.
و همچنین به آنها گفت ای پسران من، از یک در وارد نشوید بلکه از درهای متفرق داخل شوید و من نمیتوانم چیزی از قضای خداوند از شما دفع کنم. حکم تنها از آن خداست، بر او توکل کرده ام و همه متوکلان بر او توکل کنند. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. و چون به همان گونه که پدرشان به آنها دستور داده بود داخل شدند، این کار نمیتوانست چیزی از قضای خداوند را از آنان دفع کند جز حاجت و خواهشی در دل یعقوب که آن برآورده شد و بیگمان او علمی داشت که ما به او آموخته بودیم ولیکن بیشتر مردم نمیدانند. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. و چون برادران بر یوسف وارد شدند، برادرش بنیامین را نزد خود جای داد و گفت بدون شک من برادر تو یوسف هستم، پس از آنچه آنها انجام میدادند اندوهگین مباش. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. پس هنگامی که بارهای آنها مهیا کرد، جام را در بار برادرش گذاشت. سپس ندا دهنده ای ندا داد ای کاروانیان، بدون شک شما دزد هستید. قالوا واقبلوا عليهم ماذا تفقدون. به طرف آنها رو کرده و گفتند چه چیز گم کرده اید؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. گفتند پیمانی پادشاه را گم کرده ایم و هر کس آن را بیاورد یک بار شتر جایزه دارد و من ضامن این وعده هستم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. گفتند به خدا سوگند شما میدانید که ما نیامده ایم تا در این سرزمین فساد کنیم و ما هرگز دزد نبوده ایم. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. آنها گفتند پس اگر دروغگو باشید کیفرش چیست؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. گفتند کیفر کسی که آن پیمان دربارش پیدا شود پس خودش کیفر آن خواهد بود که برده شما خواهد بود. ما این گونه ستمکاران را کیفر می دهیم.
فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم علیم. پس شروع به جستجوی بارهای آنها پیش از بار برادرش پرداخت. آنگاه آن را از بار برادرش بیرون آورد. این گونه برای یوسف چاره اندیشی کردیم. او هرگز نمی توانست در آیین پادشاه برادرش را بگیرد مگر آنکه خدا بخواهد. درجات هر کسی را بخواهیم بالا میبریم و بالاتر از صاحب علمی داناتری است. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. برادران گفتند اگر او دزدی کرده است تعجب ندارد، برادرش نیست پیش از این دزدی کرده بود. پس یوسف آن سخن را در دل خود پنهان داشت و برای آنها آشکار نکرد. در دل خود گفت شما از نظر منزلت بدترین مردم هستید و خداوند به آنچه توصیف می کنید آگاه تر است. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. گفتند ای عزیز، همانا او پدر پیری دارد که از دوری او سخت ناراحت می شود، لذا یکی از ما را به جای او بگیر، بیگمان ما تو را از نیکوکاران می بینیم. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. یوسف گفت پناه بر خدا که ما جز آن کسی که کالای من را نزد او یافته ایم دیگری را بگیریم، بیگمان در آن صورت ستمکار خواهیم بود. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. پس چون برادران از او ناامید شدند نجوا کنان به گوشه ای رفتند. برادر بزرگشان گفت آیا نمیدانید که پدرتان از شما به نام خدا پیمان گرفته است و پیش از این نیز درباره یوسف کوتاهی کرده اید؟ پس من هرگز از این سرزمین بیرون نمی شوم تا پدرم به من اجازه دهد یا خداوند درباره من داوری کند و او بهترین داوران است. ارجعوا إلى أبيكم
أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین. شما به سوی پدرتان بازگردید و بگویید ای پدرجان، بیگمان پسرت دزدی کرد و ما جز به آنچه میدانستیم گواهی ندادیم و ما از غیب آگاه نبودیم. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. و از مردم شهری که در آن بودیم و از کاروانی که با آن بودیم بپرس و بدون شک ما راستگو هستیم. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. یعقوب گفت حقیقت چنین نیست، بلکه هوای نفس شما کاری ناشایست را برای شما آراسته است. پس کار من صبر جمیل است، امید است خداوند همه آنها را به من بازگرداند، بیگمان او دانای حکیم است. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. و از آنها روی برگرداند و گفت افسوس بر یوسف و چشمان او از اندوه سفید شد، در حالی که سرشار از غم بود اندوه خود را فرو می برد. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. گفتند به خدا سوگند پیوسته یوسف را یاد می کنی تا آنکه سخت بیمار گردی یا بمیری. قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون. یعقوب گفت من شرح غم و پریشانی خود را تنها به خدا می گویم و به سوی او شکایت می برم و از سوی خدا چیزهایی می دانم که شما نمی دانید. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ای پسران من، بروید و از یوسف و برادرش جستجو کنید و از رحمت خدا ناامید نشوید، چرا که جز گروه کافران کسی از رحمت خدا ناامید نمی شود. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. پس چون به مصر رفتند و بر او وارد شدند گفتند ای عزیز، به ما و خاندان ما سختی و ناراحتی رسیده است و اینک کالای ناچیز و اندکی با خود آورده ایم، پس پیمانه را برای ما کامل کن و بر ما صدقه و بخشش کن، بیگمان خداوند بخشندگان را پاداش می دهد.
قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ یوسف گفت آیا دانستید با یوسف چه کردید هنگامی که نادان بودید؟ قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. برادران گفتند آیا به راستی تو همان یوسفی؟ یوسف گفت آری من یوسفم و این برادر من است. یقینا خداوند بر ما منت گذاشت، همانا هر کس پرهیزگاری کند و صبر نماید، بیگمان خداوند پاداش نیکوکاران را ضایع نمی کند. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. برادران گفتند به خدا سوگند یقینا خداوند تو را بر ما برتری داده و حقا ما خطاکار بودیم. قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر الله لكم وهو ارحم الراحمین. یوسف گفت امروز هیچ سرزنشی بر شما نیست، خداوند شما را می آمرزد و او مهربانترین مهربانان است. اذهبوا بقمیصی هذا فألقوه على وجه ابی یأت بصیرا وأتونی بأهلکم اجمعین. این پیراهن مرا ببرید و بر چهره پدرم بیندازید تا بینا گردد و همه خانواده خود را نزد من بیاورید. ولما فصلت العیر قال ابوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. و چون کاروان از سرزمین مصر جدا شد و حرکت کرد، پدرشان به اطرافیان گفت یقینا من بوی یوسف را می یابم، اگر مرا به کم عقلی نسبت ندهید. قالوا تالله إنك لفی ضلالك القدیم. آنها گفتند به خدا سوگند بیگمان تو در همان اشتباه دیرینه‌ات هستی. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. پس چون بشارت دهنده آمد و آن پیراهن را بر چهره او افکند، ناگهان بینا شد. گفت آیا به شما نگفتم که من از سوی خدا چیزهایی میدانم که شما نمیدانید؟ قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. گفتند ای پدر ما، برای ما درباره گناهانمان آمرزش بخواه، بیگمان ما خطاکار بودیم. قال سوف استغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحیم. یعقوب گفت به زودی برای شما از پروردگارم آمرزش می طلبم، بدون شک او آمرزنده مهربان است. فلما دخلوا على يوسف آوى
إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. پس چون بر یوسف وارد شدند، او پدر و مادرش را در آغوش گرفت و نزد خود جای داد و گفت همگی به مصر درآیید، اگر خدا بخواهد در امن و امان خواهید بود. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. و پدر و مادر خود را بر تخت نشاند و همگی برای او به سجده افتادند و یوسف گفت ای پدر جان، این تعبیر خوابم است که از پیش دیده بودم. پروردگارم آن را راست گرداند و تحقق بخشید. یقیناً به من نیکی کرد هنگامی که مرا از زندان بیرون آورد و شما را از آن بیابان به اینجا آورد، بعد از آن که شیطان میان من و برادرانم فتنه و فساد کرد. بیگمان پروردگارم به آنچه که میخواهد باریک بین است، همانا او دانای حکیم است. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. پروردگارا، بهره عظیمی از فرمان روایی به من عطا کردی و از علم تعبیر خوابها به من آموختی. پدید آورنده آسمان ها و زمین، تویی کار ساز من در دنیا و آخرت. مرا مسلمان بمیران و به شایستگان ملحق فرما. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. ای پیامبر، این از خبرهای غیب است که به تو وحی می‌کنیم. و هنگامی که برادران یوسف بد اندیشی می کردند و تصمیم گرفتند، تو نزد آنها نبودی. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. و بیشتر مردم و اگرچه بر ایمانشان حرص ورزی، مؤمن نخواهند بود. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. و تو بر این دعوت از آنها پاداشی نمی طلبی، آن جز پندی برای جهانیان نیست. وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. و چه بسا نشانه ای در آسمان ها و زمین وجود دارد که آنها از کنارش می‌گذرند و از آن روی می‌گردانند. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
و بیشتر آنها به خداوند ایمان نمی آورند مگر اینکه آنان مشرکند. افامنوا ان تأتیهم غاشیة من عذاب الله او تأتیهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. آیا ایمن هستند از اینکه عذاب فراگیری از سوی خدا به سراغ آنها بیاید یا ناگهان قیامت به سراغشان آید در حالی که آنان بیخبرند؟ قل هذه سبیلی ادعو الى الله على بصیرة انا ومن اتبعنی وسبحان الله وما انا من المشرکین. ای پیامبر بگو این راه من است، من با بصیرت کامل به سوی خدا دعوت می کنم و کسانی که از من پیروی کردند نیز چنین می کنند و خداوند پاک و منزه است و من از مشرکان نیستم. وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا افلا تعقلون. و ما پیش از تو نفرستادیم جز مردمی از اهل قریه ها که به آنها وحی می کردیم. آیا مشرکان در زمین سیر نکردند تا ببینند عاقبت کسانی که پیش از آنها بودند چگونه بود؟ و یقینا سرای آخرت برای کسانی که پرهیزگاری کردند بهتر است. آیا نمی اندیشید؟ حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. کافران پیوسته به انکار خود ادامه دادند تا آنگاه که پیامبران از قومشان ناامید شدند و مردم پنداشتند که به آنها دروغ گفته شده است. در این هنگام یاری ما به سراغشان آمد، پس هر کس را که خواستیم نجات یافت و عذاب ما از قوم گنهکار باز نخواهد گشت. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. یقینا در داستانهایشان عبرتی برای خردمندان است. این قرآن سخنی نبود که به دروغ بافته شود، بلکه تصدیق کننده کتاب هایی است که پیش از آن است و بیان کننده هر چیز است و هدایت و رحمت برای گروهی است که ایمان می آورند. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم را تلك آیات الكتاب والذی انزل إليك من ربك الحق
ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الف لام میم را. اینها آیات کتاب است و آنچه از سوی پروردگارت بر تو نازل شده حق است، ولیکن بیشتر مردم ایمان نمی آورند. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. خداوند کسی است که آسمانها را بدون ستون برافراشت که می‌بینید. آنگاه بر عرش مستقر شد و خورشید و ماه را مسخر ساخت که هر کدام تا مدت معینی روان است. کار و امور هستی را تدبیر می کند، نشانه هایی را روشن بیان می کند. شاید شما به لقای پروردگارتان یقین حاصل کنید. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. و او کسی است که زمین را گسترد و در آن کوه‌ها و نهرها قرار داد و در آن از هر نوع میوه‌ها دو قسم پدید آورد. شب را بر روز می پوشاند. بیگمان در این امور نشانه ها و عبرت هاست برای گروهی که می اندیشند. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. و در زمین قطعه های گوناگون کنار هم قرار داد و باغ‌هایی از انگور و کشتزار و نخل‌هایی که گاه از یک بن می‌رویند و گاه از چند بن، در صورتی که از یک آب سیراب می‌شوند و با این حال میوه بعضی از آنها را به بعضی دیگر برتری دادیم. بدون شک در این امور نشانه هاست برای گروهی که خرد می‌ورزند. وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. و ای پیامبر، اگر از ایمان نیاوردن کفار تعجب می کنی، پس سخن آنان عجیب تر است که می گویند آیا هنگامی که مردیم و خاک شدیم بار دیگر زنده می شویم و به آفرینش نوینی باز می گردیم؟
اینان کسانی هستند که به پروردگارشان کافر شده اند و اینان غلها و زنجیرها در گردنهایشان است و اینان اهل آتش جهنمند و جاودانه در آن خواهند ماند. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ. و آنها پیش از نیکی بدی را به شتاب از تو می‌خواهند، با اینکه بر امتهای پیش از آنها بلاها و عقوبتهای عبرت انگیز گذشته است و بیگمان پروردگار تو نسبت به مردم با وجود ستمکار بودنشان دارای مغفرت است و همانا پروردگار تو سخت کیفر است. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ. و کسانی که کافر شدند میگویند چرا نشانه ها و معجزه ای از سوی پروردگارش بر او نازل نشده است؟ ای پیامبر، تو فقط هشدار دهنده ای و برای هر قومی هدایت کننده است. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. خداوند می‌داند آنچه را که هر ماده ای بدان باردار می شود و آنچه را که رحمها می کاهند و آنچه افزون می کنند و هر چیز نزد او مقدار معینی دارد. عالم الغیب والشهادة الكبیر المتعال. او دانای غیب و آشکار، بزرگ و بلند مرتبه است. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. برای خداوند یکسان است که کسی از شما پنهانی سخن بگوید و کسی که آن را آشکار سازد و کسی که در تاریکی شب پنهان شود یا در روشنایی روز آشکارا راه می رود. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. برای او فرشتگانی است که پی در پی صبح و شام از پیش رویش و از پشت سرش او را به امر خدا حفظ می کنند. بیگمان خداوند حالت و سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی دهد تا وقتی که آنان آنچه را که در ضمیرشان است تغییر دهند. و هنگامی که خداوند برای قومی به خاطر اعمالشان بدی را اراده کند، پس هیچ چیز مانع آن نخواهد شد و آنان را جز او هیچ کارسازی نیست.
هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. او کسی است که برق را برای ترساندن و امیدوار شدن به شما می نمایاند و ابرهای سنگین بار را پدید می آورد. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. و رعد به ستایش او و فرشتگان از ترس او تسبیح میگویند و صاعقه ها را میفرستد، پس هر کس که بخواهد بدان آسیب میرساند و آنها درباره خدا مجادله میکنند و او بسیار نیرومند است. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. دعوت حق از آن اوست و کسانی را که مشرکان به جای او میخوانند هرگز دعوتشان را اجابت نمی کنند مگر مانند کسی که کف دستش را به سوی آب می گشاید تا آب به دهانش برسد و هرگز به آن نخواهد رسید و دعای کافران جز در گمراهی نیست. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. تمام کسانی که در آسمان ها و زمین هستند از روی اطاعت یا اکراه و همچنین سایه هایشان صبحگاهان و شامگاهان برای خدا سجده می کنند. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. ای پیامبر به مشرکان بگو پروردگار آسمان ها و زمین کیست؟ بگو الله. سپس به آنها بگو آیا به جای او اولیا و معبودانی برگزیده اید که مالک سود و زیان خود نیستند؟ بگو آیا نابینا و بینا برابرند؟ یا تاریکی ها و نور یکسان است؟ آیا آنها شریکانی برای خدا قرار داده اند که همچون آفرینش او آفریده اند؟ پس این آفرینش ها بر آنها مشبه شده است. بگو الله آفریننده همه چیز است و او یگانه چیره است. انزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا
ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. خداوند از آسمان ها آب را فرو فرستاد، پس رودخانه ها به اندازه خیش روان شد. آنگاه سیل بر روی خود کفی بالا آمده برداشت و از آنچه برای به دست آوردن زینت‌آلات یا وسایل زندگی آتش روی آن روشن می کنند کفی مانند آن به وجود می آید. خداوند مثال حق و باطل را اینگونه بیان می کند. پس اما کفها کنار افتاده از بین می رود و آنچه به مردم سود می بخشد در زمین باقی می ماند. اینگونه خداوند مثال می زند. للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. برای کسانی که دعوت پروردگارشان را اجابت کردند پاداش نیک است و کسانی که دعوت او را اجابت نکردند اگر تمام آنچه در زمین است و نیز همانندش از آن آنها باشد برای رهایی خود از عذاب فدیه بدهند از آنها پذیرفته نخواهد شد. آنها حساب سختی را خواهند داشت و جایگاهشان جهنم است و چه بد جایگاهی است. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. آیا کسی که می‌داند آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده حق است مانند کسی است که او نابیناست؟ تنها خردمندان پند میگیرند. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. همان کسانی که به پیمان خدا وفا می کنند و عهد و پیمان را نمی شکنند. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. و کسانی که آنچه را خداوند به پیوستن آن فرمان داده پیوند می‌دهند و از پروردگارشان می‌ترسند و از سختی حساب بیم دارند. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. و کسانی که به طلب روی پروردگارشان صبر کردند و نماز را برپا داشتند و از آنچه به آنها روزی داده ایم پنهان و آشکارا انفاق کردند و بدی را با نیکی دفع می کنند،
فرجام نیک سرای آخرت از آن آنهاست. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. همان باغ‌های جاویدان بهشتی که وارد آن می‌شوند و همچنین هر کس از پدرانشان و همسرانشان و فرزندانشان که نیکوکار بوده اند و فرشتگان از هر دری بر آنان وارد می‌شوند. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. و به آنها میگویند سلام بر شما به خاطر آنچه صبر نمودید، پس چه خوب است عاقبت آن سرای جاویدان. والذین ينقضون عهد الله من بعد میثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. و کسانی که پیمان خدا را پس از استوار کردنش می شکنند و آنچه را که خداوند به پیوستن آن فرمان داده قطع می کنند و در زمین فساد می نمایند، لعنت برای آنهاست و برای آنها سختی و بدی آن سرای آخرت است. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. خداوند روزی را برای هر کسی که بخواهد وسیع می‌گرداند و برای هر کسی که بخواهد تنگ می‌دارد. و کافران به زندگی دنیا شاد شدند، در حالی که زندگی دنیا در برابر آخرت جز متاعی ناچیز نیست. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. و کسانی که کافر شدند میگویند چرا نشانه و معجزه ای از سوی پروردگارش بر او نازل نشده است؟ ای پیامبر بگو بیگمان خداوند هر کس را بخواهد گمراه می کند و هر کس که باز گردد و توبه کند به سوی خیش هدایت می کند. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. همانا کسانی که ایمان آوردند و دلهایشان به یاد خدا آرام میگیرد، آگاه باشید تنها با یاد خدا دلها آرام میگیرند. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. و کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند برایشان خوشی است و بازگشتگاه نیکو دارند. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك
لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ای پیامبر، این گونه تو را در میان امتی فرستادیم که پیش از آنها امتهای دیگر بودند و رفتند تا آنچه را به تو وحی کردیم بر آنها بخوانی، در حالی که آنها به خدای رحمان کفر می‌ورزند. بگو او پروردگار من است، معبودی جز او نیست، بر او توکل کردم و بازگشتم به سوی اوست. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. اگر چون این قرآنی بود که کوه‌ها به آن به حرکت آیند یا زمین به آن پاره پاره شود یا مردگان را به سخن آرد، باز هم ایمان نمی آورند، بلکه همه امور از آن خداست. آیا کسانی که ایمان آورده اند هنوز ندانسته اند که اگر خداوند می‌خواست قطعاً همه مردم را هدایت می‌کرد؟ و پیوسته کسانی که کافر شدند به خاطر آنچه کرده اند بلاهای کوبنده میرسد و یا به نزدیکی خانه آنها فرود می آید تا وعده خدا فرا رسد. بیگمان خداوند خلاف وعده نمی کند. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. و به راستی به پیامبرانی پیش از تو نیز تمسخر و استهزا کرده شد، پس من به کسانی که کفر ورزیدند مهلت دادم، آنگاه آنها را فرو گرفتم. پس بنگر مجازات من چگونه بود. افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. آیا کسی که بالای سر همه ایستاده و نگهبان است همانند بتان است و برای خداوند شریکانی قرار دادند؟ ای پیامبر بگو آنها را نام ببرید. آیا او را به چه چیزی که در زمین نمیداند آگاه می کنید یا سخن بیهوده می گویید؟ بلکه حق این است که برای کسانی که کافر شدند مکرشان آراسته شده است و از راه راست باز داشته شده اند و کسی را که خدا گمراه کند پس هیچ راهنمایی برای او وجود نخواهد داشت. لهم عذاب
في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. در زندگی دنیا برای آنها عذاب دردناکی است و قطعا عذاب آخرت سخت تر است و آنها را هیچ نگهدارنده ای از عذاب خداوند نیست. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. وصف بهشتی که به پرهیزگاران وعده داده شده است چنین است که نهرها از زیر درختان آنجا ریست، میوه هایش همیشگی و نیز سایه اش دائمی است. این است سرانجام کسانی که پرهیزگاری کردند و سرانجام کافران آتش جهنم است. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. و کسانی که به آنها کتاب دادیم از آنچه بر تو نازل شده خوشحال میشوند و از احزاب و گروه ها کسانی هستند که قسمتی از آن را انکار می کنند. ای پیامبر بگو من مأمورم که الله را بپرستم و به او شرک نیاورم و تنها به سوی او دعوت می کنم و بازگشت من به سوی اوست. وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. و این گونه این قرآن را به عنوان حکم و فرمانی به زبان عربی نازل کردیم و اگر بعد از آن که آگاهی برای تو آمده از هوسهای آنها پیروی کنی در برابر عذاب خداوند هیچ کارساز و نگهدارنده ای نخواهی داشت. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. و به راستی پیش از تو پیامبرانی فرستادیم و برای آنها همسران و فرزندانی قرار دادیم و هیچ پیامبری حق نداشت که جز به فرمان خدا معجزه‌ای بیاورد و برای هر امر و زمانی نوشته ای مقرر است. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب. خداوند هرچه را که بخواهد محو و هرچه بخواهد اثبات می کند و الکتاب نزد اوست. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. و اگر برخی از آنچه را که به آنها وعده می دهیم به تو نشان دهیم یا تو را بمیرانیم
در هر حال بر عهده تو تنها تبلیغ رسالت است و حساب آنها بر ماست. اولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سریع الحساب. آیا ندیده اند که ما پیوسته به سراغ این سرزمین کفر می آییم که آن را از اطراف و دامنه هایش می کاهیم و خداوند حکم می کند و هیچ کس نمی تواند حکم او را رد کند و او سریع الحساب است. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. و به راستی کسانی که پیش از آنها بودند مکر ورزیدند و نقشه کشیدند، پس تمام مکرها از آن خداست. میداند آنچه را که هر کس انجام میدهد و به زودی کافران خواهند دانست که سرانجام سرای آخرت از آن کیست. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. و کسانی که کافر شدند میگویند تو پیامبر خدا نیستی. بگو کافی است که خدا و کسی که علم نزد اوست میان من و شما گواه باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. الف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الف لام را. این کتابی است که بر تو ای پیامبر نازل کردیم تا مردم را به فرمان پروردگارشان از تاریکی ها به سوی روشنایی درآوری، به سوی راه خداوند پیروزمند ستوده. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شدید. همان خدایی که آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است از آن اوست و وای بر کافران از عذاب سخت. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعید. همانا کسانی که زندگی دنیا را بر آخرت ترجیح می‌دهند و مردم را از راه خدا باز می‌دارند و کجی و انحراف آن راه را می‌خواهند، اینان در گمراهی دوری هستند. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ما هیچ پیامبری را مگر به زبان قومش نفرستادیم تا حقایق را برای آنها بیان کند، پس خداوند هر کس را بخواهد گمراه می سازد و هر کس را بخواهد هدایت می کند و او پیروزمند و حکیم است.
ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. و به راستی ما موسی را با نشانه‌های خود فرستادیم و به او دستور دادیم که قومت را از تاریکی ها به روشنایی بیرون آر و ایام الله را به یادشان آور. بیگمان در این امر برای هر صبر کننده شکرگزاری نشانه‌هایی است. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وفي ذلكم بلاء من ربكم عظیم. و ای پیامبر، به یاد آور هنگامی که موسی به قومش گفت نعمت خدا را بر خود به یاد آورید چون شما را از چنگال فرعونیان نجات داد که به بدترین عذابها شما را عذاب می کردند، پسرانتان را سر می بریدند و زنانتان را زنده می گذاشتند و در این امر از جانب پروردگارتان برای شما آزمایش بزرگ بود. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. و به یاد آورید هنگامی را که پروردگارتان اعلام کرد که اگر شکر گزاری کنید یقینا نعمت خود را به شما افزون می دهم و اگر کفران کنید بیگمان عذاب من سخت است. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حمید. و موسی به آنها گفت اگر شما و همه مردم روی زمین کافر شوید پس به خداوند هیچ زیانی نمی رسد، بیگمان خداوند بی نیاز و ستوده است. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. آیا خبر کسانی که پیش از شما بودند مانند قوم نوح و عاد و ثمود به شما نرسیده است و خبر کسانی که پس از ایشان بودند که جز خداوند آنان را نمی شناسد؟ پیامبرانشان با دلایل روشن به سوی آنها آمدند، پس آنها دستانشان در دهانهایشان گرفتند و گفتند ما به آنچه شما فرستاده شده اید کافریم و ما نسبت به آنچه ما را به سوی آن فرا می‌خوانید سخت در شک و تردید هستیم. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من
ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبین. پیامبرانشان گفتند آیا در وجود خدا آفریننده آسمان ها و زمین شک است؟ او شما را فرا می‌خواند تا گناهانتان را برایتان بیامرزد و شما را تا مدت معینی مهلت دهد. آنها گفتند شما جز بشری همانند ما نیستید. می‌خواهید ما را از آنچه که نیاکانمان می‌پرستیدند باز دارید. پس معجزه و دلیل آشکاری برای ما بیاورید. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. پیامبرانشان گفتند ما جز بشری همانند شما نیستیم، ولیکن خداوند بر هر کس از بندگانش که بخواهد منت می‌گذارد و ما هرگز نمی‌توانیم که معجزه‌ای جز به فرمان خدا برایتان بیاوریم و مؤمنان باید بر خدا توکل کنند. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. و ما را چه شده است که بر خدا توکل نکنیم در حالی که ما را به راه‌هایمان هدایت فرموده است و مسلماً ما بر آزارهایی که به ما میرسانید صبر خواهیم کرد و توکل کنندگان باید تنها بر خدا توکل کنند. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. و کسانی که کافر شدند به پیامبرانشان گفتند ما قطعا شما را از سرزمین خود بیرون خواهیم کرد یا اینکه به آیین ما بازگردید. پس پروردگارشان به آنها وحی فرستاد که یقینا ستمگران را نابود خواهیم کرد. ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامی و خاف وعید. و شما را بعد از آنها در زمین سکونت خواهیم داد. این وعده برای کسی است که از وقوف در پیشگاه من بترسد و از وعید من بیمناک باشد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنید. و پیامبران از خدا طلب فتح و پیروزی بر کفار کردند و سرانجام هر گردنکش و ستیز جو ناکام شد. من ورائه جهنم و یسقى من ماء صدید. پشت سرش جهنم است و از آب چرک و خون نوشانده شود.
يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غلیظ. که جرعه آن را می نوشد و نمی تواند آن را به آسانی فرو برد و مرگ از هر سو به سراغ او می آید در حالی که او نخواهد مرد و عذاب سختی در پیش رو دارد. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعید. وصف کسانی که به پروردگارشان کافر شدند، اعمالشان همچون خاکستر است که تند بادی در یک روز طوفانی سخت بر آن وزیده باشد. توان نگه داشتن آنچه را که به دست آورده اند ندارند و این همان گمراهی دور است. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد. ای انسان، آیا ندیدی که خداوند آسمان ها و زمین را به حق آفریده است؟ اگر بخواهد شما را میبرد و خلق جدیدی می آورد. وما ذلك على الله بعزیز. و این کار بر خداوند دشوار نیست. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. و در روز قیامت همگی در پیشگاه خداوند حاضر و آشکار شوند. پس در این هنگام ضعیفان به مستکبران میگویند همانا ما پیرو شما بودیم، پس آیا می توانید چیزی از عذاب خدا را از ما دفع کنید؟ آنها گویند اگر خداوند ما را هدایت کرده بود ما نیز شما را هدایت می کردیم. چه بیتابی کنیم و چه صبر نماییم برای ما یکسان است، هیچ گریزگاهی برای ما نیست. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. و چون داوری و کار تمام شود شیطان گوید
بیگمان خداوند به شما وعده حق بر آستین داد و من به شما وعده دادم، آنگاه خلاف وعده کردم. من بر شما هیچ تسلطی نداشتم جز اینکه دعوتتان کردم و شما دعوت مرا پذیرفتید، پس مرا سرزنش نکنید و بلکه خیش را سرزنش کنید. نه من فریاد رس شما هستم و نه شما فریاد رس من. همانا من از این که مرا پیش از این شریک خدا ساختید بیزارم. بیگمان برای ستمکاران عذاب دردناکی است. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. و کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند به باغهای بهشتی درآورده میشوند که نهرها از زیر درختان آن جاری است. به فرمان پروردگارشان جاودانه در آن میمانند و تحیت آنها در آن سلام است. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. آیا ندیدی که خداوند چگونه مثل زده است؟ کلمه طیبه همچون درخت طیبه و پاکی است که ریشه آن در زمین ثابت و شاخه اش در آسمان است. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. هر زمان و فصلی میوه خود را به فرمان پروردگارش میدهد و خداوند برای هدایت مردم مثلها میزند، باشد که متذکر شوند. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. و مثل کلمه خبیث همچون درخت پلید و ناپاکی است که از زمین برکنده شده و هیچ قرار و ثباتی ندارد. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. خداوند کسانی را که ایمان آوردند با گفتار ثابت در زندگی دنیا و آخرت پایدار می دارد و ستمکاران را گمراه می سازد و خداوند هرچه بخواهد انجام می دهد. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. آیا ندیدی آن کسانی را که شکر نعمت خدا را به کفران تبدیل کردند و قوم خود را به سرای نابودی کشاندند؟ جهنم يصلونها وبئس القرار. که همان جهنم است که آنها به آن درآیند و بد قرارگاهی است. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله
قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. آنها برای خداوند همتایانی قرار دادند تا مردم را از راه او گمراه کنند. بگو چند روزی بهره گیرید، پس یقینا بازگشتتان به سوی آتش است. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. به بندگان من که ایمان آورده اند بگو نماز را برپا دارند و از آنچه به آنها روزی داده ایم پنهان و آشکار انفاق کنند، پیش از آن که روزی فرا رسد که در آن نه خرید و فروش است و نه دوستی. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. الله همان کسی است که آسمان ها و زمین را آفرید و از آسمان آبی گوارا نازل کرد، پس با آن آب میوه های گوناگون برای روزی شما از زمین بیرون آورد و کشتی ها را برای شما مسخر گرداند تا به فرمان او در دریا روان باشد و نهرها نیز برای شما مسخر گرداند. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. و خورشید و ماه را که پیوسته در گردشند برای شما مسخر ساخت و شب و روز را نیز برای شما مسخر گرداند. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. و از هرچه از او خواستید به شما ارزانی داشت و اگر بخواهید نعمتهای خدا را بشمارید نمی توانید آن را بشمارید. بیشک انسان ستمگری ناسپاس است. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. و به یاد آورید چون ابراهیم گفت پروردگارا این شهر را مکان امن قرار بده و مرا و فرزندانم را از آنکه بت‌ها را پرستش کنیم دور بدار. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. پروردگارا بیگمان آنها بسیاری از مردم را گمراه ساختند، پس کسی که از من پیروی کند بدون شک او از من است و کسی که از من نافرمانی کند بیگمان تو آمرزنده مهربانی. ربنا إني أسكنت من ذريتي
ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. پروردگارا، من برخی از فرزندانم را در وادی خشک و بی آب و بی گیاه نزد خانه گرامی تو ساکن ساختم. پروردگارا، تا نماز را برپا دارند، پس تو دلهای گروهی از مردم را به آنها مایل بگردان و از میوه ها به آنها روزی ده، باشد که آنان سپاس گذارند. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. پروردگارا، تو میدانی آنچه را که ما پنهان می کنیم و آنچه را که آشکار می سازیم، و چیزی نه در زمین و نه در آسمان بر خداوند پوشیده نمی ماند. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. ستایش از آن خداوند است که در سن پیری اسماعیل و اسحاق به من عطا فرمود. مسلماً پروردگار من شنونده دعاست. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. پروردگارا، مرا بر پادارنده نماز قرار بده و از فرزندانم چنین فرما. پروردگارا، و دعای مرا بپذیر. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. پروردگارا، مرا و پدر و مادر مرا و مؤمنان را در روزی که حساب برپا می شود بیامرز. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. و گمان مبر که خدا از آنچه ستمکاران می کنند غافل است، نه بلکه کیفر آنها را برای روزی که چشمها در آن خیره می شوند به تأخیر می افکند. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. شتابان سرها رو به بالا گرفته و چشم بر هم نمی زنند و دلهایشان فرو ریخته و خالی است. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. و ای پیامبر، مردم را از روزی که عذاب به سراغشان می آید بترسان. آنگاه آنان که ستم کرده اند گویند پروردگارا، ما را تا یک مدت نزدیک و کمی مهلت بده تا دعوت تو را اجابت کنیم
و پیامبران را پیروی نماییم. به آنان گفته می شود آیا شما نبودید که پیش از این سوگند یاد می کردید که هیچ فنا و زوال برایتان نیست؟ وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. و در مسکن کسانی که به خویشتن ستم کردند ساکن شدید و برای شما روشن شد که با آنها چگونه رفتار کردیم و برای شما مثلها زدیم. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. و به راستی آنها نهایت مکر خود را به کار بردند و همه مکرشان نزد خدا آشکار است و هرچند که با مکرشان کوه‌ها از جا کنده شود. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. پس گمان مبر که خداوند وعده ای را که به پیامبرانش داد خلف وعده کند. بیگمان خداوند پیروزمند انتقام گیر است. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. روزی که این زمین به زمین دیگر و آسمانها به گونه ای دیگر مبدل می شود و آنها همگی به پیشگاه خداوند یکتای قهار ظاهر و آشکار می شوند. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. و در آن روز مجرمان را دست و پا به هم بسته در قلها می بینی. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. جامهایشان از قطران است و چهرههایشان را آتش جهنم می پوشاند. ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. تا خداوند هر کس را به سزای آنچه کرده است کیفر دهد، همانا خداوند سریع الحساب است. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. این قرآن پیامی برای مردم است و تا بدان هشدار یابند و تا بدانند که او معبودی یکتاست و تا خردمندان پند گیرند.